همراهان عزیز، ما در حال تحویل نهایی پروژه ویزایی هستیم و شکل داخل. در ورود ما دستگیره برند ایگات رو البته در چند جای خونه ما دستگیره داریم. داریم می‌بینیم دستگیره که به صورت رمز، کارت، اثر انگشت، تشخیص چهره، ویدیو کال، اپلیکیشن، یک چیز کاملا فول آپشنیه و جزء لاین‌پک همه پروژه‌های هوشمند. پروژه هوشمند در شروع دستگیری هوشمند درش نصب خواهد شد. اینو داشته باشید. کلیدهای برند HDL سری آی تاچ، سری لاکچری HDL در ورودی نصب. وقتی ما هر از کلیدهای هوشمند میزنیم تعداد کلیدها خیلی مینیماله. خیلی یک کلید، دو تا کلید نهایتاً تو خونه نصب میشه. میتونه روشنایی‌ها، پرده برقی‌ها، همه آپشن‌های هوشمند رو کنترل کنه. موتور پرده‌های ما بالا نصب، هنوز پرده‌ها نصب نیست. در این فضا ما بحث روشنایی هوشمند، سیستم صوت، اسپیکرهای سقفی، حالا اگر آیه مشیری ما هم بالا سر ما اون بالا هم هست یا اون برام می‌بینید اسپیکرها رو داریم می‌بینید، اسپیکرهای سقفی هست. من حالا دورتر بهتون سیستم صوت رو هم نشون میدم. تشریف بیارید داخل. پاشنه‌های سری 10، 8 و 7 آکوابوکس که هم به عنوان پنل اصلی خونه هوشمند هم به عنوان آیکون تصویری پروژه در ورود احتمالاً آقای مشیری فیلمو گرفتن. مشاهده کردیم که همه آپشن ها روی این تاچ پنل ها هست. بحث سیستم های تهویه روی این هست و بحث پرده برقی ما. سیستم های تهویه ما اینجا سیستم بی‌آر‌فی کار شده که روی سیستم هوشمند داره کنترل میشه. ما این طرف دوباره کلید هوشمند داریم. پلیرهای استندالون دیواری 4 اینچ بسیار کاربری راحت و ساده‌ای دارن، با سیستم بلوتوثی کار میکنن و همچنین از طریق USB کار میشه. تابلو اون رو نشون میدم، اما قبلش سیستم صوتی هوشمند بهتر یه لیزر شو رقص نور هم داشته باشه. این ما بالا نصب کردیم. بهترین جای محل نصبش هم همین شکلی است، پشت پنجره رو به سمت داخل سالن. این لیزرهای چند کاره هستن، 4 کاره هستن، فلش، لیزر، رقص نور و حساس به صدا و میکروفون داخل. شما وقتی که میخواین تابلو نصب کنید، بهترین کار و بهترین حالت اینه که دیزاینی داشته باشین که تابلو خیلی مشخص نباشه که کجا نصب شده. اینجا ما البته چند تا تابلو تو پروژه داریم. این تابلو این طبقه رو داریم می‌بینیم. خب این تابلو ما اینجا نصب. قطعات تابلویی ما، آمپلیفایر ما برای تقویه سیستم صوت، زره‌های تابلویی، بحث کنترل سیستم پرده برقی، سیستم های VRF داره کنترل میشه، ماژول زمانبندی، ماژول کمبو. یک ست کاملی هست از برند میگم تو این پروژه برند HDL و آکوابوکس با هم استفاده کردیم. چند جای خونه به ندرت از سیستم درای کانتکت هم استفاده کردیم که کلیدهای برند لیولو رو، کلیدهای سنتی برند لیولو رو سیستم شبکه ساپورت میکنیم. این کلیت آپشن های این پروژه بود و همه این پروژه هم طبعا از روی اپلیکیشن داره کنترل میشه. خب این طبقه اصلی این پروژه بود. ما اینجا 3 طبقه هست. بحث استخر، پارکینگ، محوطه، نم‌ها رو هم روی سیستم هوشمند داریم. طبقه بالا که دیگه ما نمیگیم، بحث خصوصی پروژه هست. اتاق خواب‌ها تو این پروژه هستن، اونجا هم روی سیستم هوشمند داریم. تو بحث استخر ما دوباره سیستم صوتیمون رو داریم، کنترل آب، بحث آبنماها رو داریم. یک پک کامل هست که حالا تو کلیپ های دیگه هم شما حتما تو پروژه دیگه مشاهده کردیم. ان شاءالله که همراه شما باشیم. برای دیدن پروژه بیشتر ما میتونید به پیج ما مراجعه کنید.